راستشو بخواین این چندمین کانالیه که دارم میزنم و ویدیوهای زیادی ساختم. ایده های زیادی رو امتحان کردم، اشتباه کردم، دوباره شروع کردم و هر بار یک چیز تازه یاد گرفتم. از روز اولی که گوشی دستم گرفتم و تصمیم گرفتم فعالیت کنم، هدفم فقط گرفتن بازدید نبود. میخواستم داستانی بگم، تجربه به اشتراک بذارم و چیزی بسازم که وقتی خودم یا دیگران دوباره دیدنش حس کنم وقتشون ارزشمنده. میدونی از چیزای بیهوده خوشم نمیاد، اما الان نه تنها نمیدونم چی میگم، حتی نمیدونم چی کار دارم میکنم. حس میکنم هر چیزی که میسازم بیهوده است و بیفایده و هیچ ارزشی نداره. تا پامو گذاشتم تو یوتیوب شروع کردم به مقایسه خودم با دیگران. هی مقایسه خلاصه تهش هرچی که میدونستم هم یادم رفت. اگر تو هم مثل منی میخوام بهت بگم همین که داری ادامه میدی، همین که بعد از هر شکست دوباره بلند شدی، همین که داری میگردی دنبال یه ایده خوب، همش داره نشون میده که یه آتیشی توی وجودته که خاموش نشدنیه. بزرگترین درخت‌ها هم از کوچکترین بذرها رشد میکنن، قوی‌ترین الماس‌ها زیر فشار ساخته میشن و بهترین یوتیوبرها هم از همین روزای سخت قطعاً عبور کردن. همین امروز همونطوری که هستی با همون ایده ساده‌ای که توی ذهنت برو یه ویدیو بساز، نه برای دیگران، برای خودت. بذار تاریخچه قهرمانی تو هم شروع بشه. قول میدم یه سال دیگه همین موقع که به گذشته نگاه کنی به این روزهای سخت به عنوان بهترین معلمت نگاه میکنی و خودت میگی چه خوب که تسلیم نشدم. میدونم چقدر حس بدیه که ماها توی حلقه بسته بچرخی. میخوام امروز یه دعوتی ازت بکنم. همین الان تو هم مثل من شروع کن. ببین چیزی که من ساختم شاید پر از ایراده، اما میدونم که میتونم پیشرفت کنم، چون دارم براش تلاش میکنم، چون دارم با تمام سختی ها، تمام بی امکاناتی ها ادامه میدم. پس مطمئنم که موفق میشم، یعنی موفق میشیم. همین الان تو کامنت ها برام یه جمله بنویس: چند وقت دیگه که با هم مثل بقیه موفق شدیم همو گم نکنیم. از یه جایی باید شروع کنی، پس تو هم شروع کن تا دیر نشده. حمایت یادت نره، کامنت بذار تا منم بتونم از تو حمایت کنم. بعدش اینکه قرار نیست دیگه این کانال رو پاک کنم مثل کانال‌های قبلی. هر طوری که شده چه خوب چه بد ادامه میدم و پاک نمی‌کنم. خب تا ویدیو بعدی خدافظ. تو هم ویدیو تو بذار، یادت نره. نگو نمیشه، نگو بده، نگو نمیتونم، ایده ندارم. هر چیزی که به ذهنت میرسه رو بساز و بذار.